سین بلا خدمت تموم دستاندرکاران با صفا و با مرام صنعت موشکافی. عرضم به حضورتون که ولی فقیه پاندولی نظام بعد از کوفت کردن اولین جرعه جام زهر بدجوری به تلو خوردن افتاده. از یه طرف تو جواب نامه شیخ فری روزه تقدیر و تشکر از تیم مذاکره کننده میخونه، از طرف دیگه نوچه های ریز و درشتشو میفرسته واسه دود دم و عربده کشی. یه جام زهری به مردم داده شده ولی دارن با ابزار رسانه‌ای اونو شربت شیرین میکنن، اینطوری نیست؟ خب حالا به هر حال شما اون بحث دیگری است، ربطی به این موضوع نداره. چی میگی بابا جانی داره؟ ببخشید منظورم لاری جانیه. اتفاقا تنها موضوعی که به این موضوع ربط داره همینه. خب بابا جام زهر رفته داره جیگر عظما و باقی مریداشو میسوزونه، بعد تو میگی ربطی نداره؟ تازه این که فقط یه نمونه بود، بعدی رو ملاحظه کنی. نمیخوایم بگوییم که در این توافق همه اون چیزی که ما میخوایم وجود داره، این گام اولیه است. یا نمیخوایم بگیم که در این توافق ما هیچ ضرری نکردیم. همین که ما این محدودیت رو پذیرفتیم که تو 6 ماه گام جدیدی در بخش هسته‌ای نداشته باشیم، خب این به هر حال این خسارت محدودی برای ما هست. خسارت محدودی برای ما هست. به این میگن اعتراف محدود به خسارت محدود. پس تشکر سیدعلی از ظریفان نظامم لابد به خاطر همین بوده که به ولایت خسارت محدود زدن. وقتی نوچه های سایز اسمال ولایت اینجوری حرف بزنن دیگه تکلیف ایکس لارجشون یعنی یکی مثل این یارو بروجردی روشنه. واقعیت این است که راه سخت و درازی در پیش داریم. از یک سو باید از حقوق هسته‌ای خودمان به خوبی دفاع کنیم و از طرف دیگر رفع تحریم ها در این مرحله کفایت نمی کند و مجلس رفع همه تحریم ها را الزامی می داند. آقا این شیپورچی ولایت کار بنده موشکاف رو ساده کرد، یعنی با 2 جمله علت قیقاج رفتن سیدعلی تو این روزا رو گفت. هیچی، آقا هم خرمای لغو تحریما رو میخواد هم خر هسته‌ای رو. فکر کرده با همین یه قلوب زهری که خورده میتونه سر خر رو کج کنه و بره دنبال غنیسازی. اما اونطور که پیداست همین یه قلوب داره دل و رودشو میاره تو دهنش. بله آی بله آی بله. بیا بخور زهر، کدوم زهر؟ همون زهری که زهر مار داره. آی بله بهر عظما تناب دار داره. آی بله از اتم کوتا بیا، با لیدی اشتون را بیا، با لیدی اشتون را بیا. این مصیبت سوزش بسیار داره. آی بله این مصیبت سوزش بسیار داره. آی بله بیا بدیم کیک، کدوم کیک؟ همون کیکی که رنگ زرد داره. آی بله جسم عظمای عالم درد داره. آی بله آب سنگینو بدیم، اون سایت پارچینو بدیم، روسیه و چینو بدیم، هم اونو هم اینو بدیم. منقل عظما زغال سرد داره. آی بله منقل عظما زغال سرد داره. آی بله